سلام. امروز میخوام در مورد یه موضوع مهم و پرتکرار باهاتون صحبت بکنم، یعنی زگیر تناسلی. فاضلی هستم، متخصص ویروس شناسی و میخوام در مورد زگیر تناسلی باهات صحبت کنم. حالا این زگیلا چی هستن و از کجا میان؟ عامل این زگیلا همون ویروس پاپیلوما یا HPV. عمدتاً هم توسط ویروس‌های کم خطر ایجاد میشن. یعنی ویروس‌های ژنوتیپ 6 و 11 که ژنوتیپ‌های کم خطر پاپیلوما هستن، عامل 90% زگیلای تناسلی هستن. این یعنی این نیستش که خب قطعاً زگیر تناسلی توسط کم خطرها به وجود میاد و پر خطرها باعث زگیر تناسلی نمیشن. ولی خب بیشتر علت موارد زگیر تناسلی همون کم خطرها هستن. زگیر تناسلی یعنی نشونه تماس با ویروس پاپیلوما. یعنی اگه تو مبتلا به ویروس پاپیلوما شدی و زگیر تناسلی داری، ممکنه یه ژنوتیپ های دیگه هم غیر از اون 6 و 11 توی بدنت باشه که اونا بدون علامتن و حتی ممکن اونا پرخطر باشن. پس اگه زگیر تناسلی داری باید حتما بری پیش دکتر و با دکتر در میون بذاری. این به این معنی نیستش که حتما باید یه اقدام درمانی انجام بدی. اتفاقا توی بیشتر موارد ما توصیه‌مون اینه که وقتی زگیل داری سری نرو یه کار خطرناک بکن، یه درمان تهاجمی انجام بده مثل لیزر، مثل کرایو. اینا باعث میشه که زگیر تناسلی توی ماهای اول از بین بره و فکر کنی که درمان شدی، اما بعد از 1-2 ماه با یه ظاهر وحشتناکتر دوباره خودشو نشون بده با تعداد بیشتر. به این اصطلاحاً میگن عود مجدد که از بیماری اولیه بیشتر هستش و خطر و نمودش وحشتناکتره و حتی ممکنه طولانی تر هم توی بدنت باقی بمونه. خب الان مبتلا شدی به زگیر تناسلی، یه سوالی که خیلی برات ممکنه پیش بیاد اینه که به پارتنرم، به شریک جنسیم بگم؟ آره حتما بگو. این یعنی به این معنی نیستش که بگی برای اینکه ممکنه ایجاد وحشت توش بکنی، نه، برای اینکه صداقت داری، برای اینکه ممکنه غیر از اینکه تو مبتلا شدی همسرت رو هم مبتلا بکنی و اگه اون مبتلا بشه دوباره تو رو هم مبتلا بکنه و یه عفونت مجدد ایجاد بشه، یه سیکلی از عفونت مجدد برای تو ایجاد بکنه. خب پس اینو به همسرت بگو و اتفاقا باید پارتنر یا همسرت هم بیاد پیش دکتر و اونم معاینه بشه و احتمالاً اونم باید تست بشه تا ببینیم اونم مبتلا هست یا نه و نیاز به اقدام درمانی داره یا نه. خب در پایان باید بهت بگم زگیر تناسلی ترسناک نیست، اما باید بهش آگاه باشیم. در واقع علم به ما این قدرت رو داده که ویروس رو بهتر بشناسیم و بهتر بتونیم در موردش اقدامات بعدی رو انجام بدیم. اگه این ویدیو برات مفید بود، اطلاعاتش رو به دوستات هم در میون بذار و اگه تجربه مشابه داری حتما توی کامنت ها با دیگران به اشتراک بگذار. پس تا ویدیو بعدی مواظب خودت و بدنت باش و سلامت و آگاه بمون.